سلام بینندگان عزیز، امروز جمعه 18 اکتبر است. ساعت به وقت شهر پراگ رسیده. حالا فرصت اعلان سرخط موضوعهای برنامه خبری امروز فرا رسید. تفصیلات این و گزارش‌های دیگر را در برنامه اخبار آزادی ساعت رسا یک در پخش مستقیم و هم ثبت آن را در صحیفه آزادی ویدیو می توانید تماشا کنید. پیروزی جودوچی تاجیکستان اکنون در این رشته ورزش قهرمان جهان دارد. با این عنوان سامان محمدبیکوی 21 ساله بعد شرکت در مسابقات قهرمانی جهان آید به جودو میان نوجوانان در مراکش مشرف گشت. سامان نخستین کشتیگیر تاجیک است که در کشتی جودو بین جوانان قهرمان جهان شد. این ورزشکار با وجود آنکه در روسیه زندگی و تمرین میکند، در سبقت‌ها تاجیکستان را معرفی مینماید. در برنامه امروز همکاران ما کوشش خواهند کرد که راجع به پیروزی تاریخی سامان محمدبیکوف و واکنش دوستان و پیوندانش با این غالبیت را با تفصیل گزارش بدهند. رویخط سیاهی بانک ملی، این نهاد مالی تاجیکستان فهرست نوی افراد علاقمند به تروریسم را نشر کرده است. در رویخط نو نزدیک 2500 نفر وارد شدند که در میانشان فعالان حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی زیادند. در گذشته بعض افرادی در رویخط بانک ملی بوده گفته بودند که هیچ جنایتی صادر نکردند و تنها برای فعالیت‌های سیاسی و انتقاد از حکومت تعقیب می‌شوند. پیشتر از این بعضی از سازمان‌های سیاسی مخالف حکومت در خارج از این فهرست نیز انتقاد کرده بودند. آنها گفتند که این رویخط با فتف سازمان بین‌المللی مبارزه با شستشوی پول پیشنهاد شده است که به عنوان دلیل ضد آنها استفاده می‌شود. این دفعه اسم کیها با رویخط وارد شده است در برنامه برایتان خواهم گفت. در ناحیه واسه ولایت ختلان کارخانه پخته به کام آتش رفت. سوختار در کارگاه مذکور دیروز سر زده است. طبق حساب‌های پیشکی زیانی رسیده میلیون ها سومانی را تشکیل می‌دهد. کارخانه مذکور در ماه اوگوست امسال با شرکت نخست وزیر تاجیکستان به استفاده داده شده بود. سبب‌های سوختار و جزئیات نو در رابطه با این حادثه را کمتر از 3 ساعت دیگر منتظر باشید. همچنین امروز با کمکی همکاران ما در شهر دوشنبه نظر خواهیم داشت به گوشت فروشی های کشور تا ببینیم که بعد قبول لایحه در 2 ماه پیش وضعیت تا چه حد تغییر کرده است. پارلمان تاجیکستان جهت تامین امنیت آذوقه‌واری واردات چاروا و خوراک آن را از انداز و باج گمرکی آزاد کرد. فروشنده های خوراک چاروا می گفتند که یک سال اخیر این محصولات پیوسته با نرخ گران وارد بازار می شود که البته قیمت گوشت را نیز بالا می برد. برنامه امروز را تماشا کنید، در این باره به تفصیل خواهم گفت. و همچنان شرط‌های آتشبسی موقت در سوریه را ارزیابی می‌کنیم. مایک پنس نایب پرزیدنت آمریکا دیروز بعد انجام مذاکراتش با رجب طیب اردوغان گفت که ارتش ترکیه موافقت کرد که دوام 120 ساعت آینده پیشرفتش را متوقف نماید تا اینکه نیروهای کردی سوریه از موقع‌های خود عقب نشینی کنند. اما مولود چاوشوغلو وزیر کارهای خارجی ترکیه گفت این آتشبس نیست بلکه توقف موقتی عملیات است. ضمناً بعد از ملاقات با ترکیه کاتب دولتی آمریکا مایک پامپئو که در مذاکرات ترکیه اشتراک داشت به اسرائیل سفر کرد. بیننده ارجمند، ما هر لحظه خبر حادثه‌های تاجیکستان و جهان را پیگیری می‌کنیم و اگر در این فاصله وقت حادثه و یا نوگانی دیگری رخ داد حتما شما را در برنامه اخبار با آن آشنا می‌سازیم تا کمتر از 3 ساعت دیگر ما را در پخش زنده در صحیفه‌های آزادی ویدیو در شبکه اجتماعی یوتیوب و هم صحیفه‌های رادیو آزادی در فیسبوک ادنا کلاسیکی همراهی کنید.